این دوتا رو خریدم 300 میلیون. 5 سال پیش اینو خریدم 300 میلیون سلفون کشیده. 5 سال نه 50 سالا. این مستراب دمپای ابری هم خریدم 300 میلیون همین چند وقت پیش. ولی چه کار کردید با اون؟ پول یک سکه تمام بهار آزادی در سال 82 الان میشه 4 کیلو پیاز خرید. چقدر دردناک. با پولی که 20 سال پیش بابت کرایه ماهیانه یک آپارتمان در شمال تهران پرداخت میکردیم امروز میشود 6 سیخ جگر خورد. الان گریه میکنم به خدا، چون خیلی سخته. مردم واقعا دارن سختی میکشن. خرید 50 کیلو مغز پسته الان میشود قیمت یک آپارتمان دو خوابه 70 متری در مرکز تهران. با پول لازم برای خرید یک پژو 206 در 20 سال گذشته امروز میشود